درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. امروز پنجشنبه 12 آگوست. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. نزدیکان بازداشت شده های گمانبر در قتل 4 عضو یک خانواده در جیهون میگویند تفتیشات با شکنجه این کشتار را به سر آنها بار کردن است. با من خدمت خیلی کایسان که مثلا تو بگرده بگی که شوهرت می کار کردگیه. آبی دهه به فرمه صاحبکار در وقت که خودسرانه خط آبی ساکنان 2 دهه را کنده به فرمه چارواپروری خود بردن است کیست؟ با پیرانسالان و یتیمان آرایش رایگان در دوشنبه آرایشگر به افراد نیازمند به پول خدمت می‌رساند. در این مدتی که اینجا قرار دارم نزاکت دائما ما را خبر میگیرد و به ما خرسندی میآورد. نزدیکان 2 نفره که مقامات آنها را به گمان قتل پرسر و صدای 4 عضو یک خانواده در ناحیه جیهون ولایت ختلان تاجیکستان بازداشت کردند ادعا دارند که آنها بیگناهند و زیر شکنجه و فشار مقامات تفتیشاتی مسئولیت این قتل را بر دوش گرفتند. از این قبل وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که نفران بازداشت شده هنوز گمانبر هستند و تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارانمان نگاره فضل‌الدین و علیشیر ظریفی. پیوندان گمانبران در قتل 4 عضو یک خانواده در ناحیه جیهون نگرانند که بازپرسی نزدیکانشان زیر شکنجه کارمندان میلیسا صورت گرفته است. کشتار 12 ایون در دهه ترغاق ناحیه جیهون رخ داد و در رابطه با آن محمد غیور حبیب‌اللهیف و قیام‌الدین نصرالدینов ساکنان این ناحیه بازداشت شدند. عدالت شرمدова همسر گمانبر قیام‌الدین نصرالدینов میگوید او و شوهرش مورد شکنجه قرار گرفتند. من صاحب 5 فرزندم چی تهمت قطعی مورم خیلی کایسان از با من خدمت خیلی کایسان که مثلا تو بگرده بگی که همی شوهرت همی کار کردگیه. من میگم شوهر من نمینه که کار میگن تو بگو که کرده همی کار کرد. یعنی که شما را میگن نشان داد بده که من میگم نشان داد که تو برق طرف قطعی همی انسانو که همی کار کردن همی تو رفته در پیش در شیشته یا همی کار کردن نه که در اصل من قطعی اوچم شاید در بری اوچم خو قطعی خواهرم ای خونه بیرون نبرمدگی نیستم بچه‌م قطعی ابوش رفتگی خونه در خونه خودم خو کردن. خانواده گمانبران میگویند با دادستانی کل تاجیکستان برای دخالت به این قضیه شکایت بردند اما پاسخ دقیقی نگرفتند. آنها خواستار تفتیش منصفانه پرونده هستند. شکنجه با زدن به عذاب و تومونی وقتی که گرفتن بردن 3 روز مانش کردن بعدی 3 روز هم بگه زن شفایرات کردن با پگه بگه شب زن شفایرات کردن که خیبیا که شوی تو دیگه جا بچ خیر بدی سر بود. گو وقتی که رفتم در پشت عدل باغه یا باغچه میگه رفتم گفتن که تو برای همون جا بشی وقت که بعد فایرات میکنی. میگه وقتی که من رفتم غیور گفت در روی خاک علم تا بدهن زدگی و همش پری خاک علم تا استودگی. بعد سنم گفت که سفرمو جال التماس همه یک سخن تو نیورده میکنه من بیار آب بتی در رابطه با بازداشت این 2 نفر رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ضمن نشست خبریش گفته بود که آنها فقط گمانبرند، تفتیشات دوام دارد. اظهارات وزیر در حالی است که مقامات قبلا گفته بودند که در تحقیق حادثه درماندند. جسد اهل‌الدین محمدوف ساکن ناحیه جیهون را با 3 فرزندش با نشانه‌های ظاهراً ضربه کارد و داس صبح 12 ایون در منزل زیستش پیدا کردند. همسر و یک پسرش در حالت بیهوشی در بیمارستان بستری شدند. تا هنوز سبب این کشتار معلوم نیست و مقامات دادستانی و امور داخلی ناحیه جیهون از شرح حادثه خودداری میکنند. ساکنان جماعت دهاتی رودکی ناحیه وخش در ولایت ختلان شکایت دارند که محیب‌الله نام صاحبکار خط عبور آب محله زیست آنها را ویران کرده میخواهد آن را به سوی خواجگی چارواپروری خود برد. این خط آبی 13 کیلومتری ساکنان 2 دهه این جماعت ناحیه وخش را با آب تامین میکند و هنوز در دوران شوروی ساخته شده است. ساکنان ادعا دارند که این صاحبکار با رئیس جمهور رشته خویشاوندی دارد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی نخست با تفصیل بگوید که این صاحبکار کیست و چرا خط آبی ساکنان را ویران کردن است؟
بله عبدالله، با نقل شاهدان عینی و نوارهای ویدیویی که دسترس رادیو آزادی شد، طی 2 هفته اخیر محب الله تاشرآبادی با استفاده از رشته خویشاوندیش با پرزیدنت حدود 13 کیلومتر خط لوله های آبی آشامیدنی 2 دیه را کنده به سمت یک فرم چرواداریش واقع در جماعت مشعل همین ناحیه میخواد کشاند. در این 2 دیه بیش از 300 خانواده به سر میبرد و بعد کندن و خراب کرده شدن لوله های آب مردم این 2 دیه مجبور از جویبار آب میخورند. ساکنان دیه رودکی و دوستی میگن از بیم تعقیب نشدن مردان دیه اصلا زنان را به حکومت ناحیه برای امدادخواهی فرستادند. خب میرزا نبی، آیا ساکنان بالاخره عرض خود را به مقامات ناحیه رسانیدند و آیا مقامات چاره اندیشیدند؟ ببینید، طور ساکنان همین دهه رودکی بدون ذکر نامشون میگویند روز شنبه گذشته 7 اوگوست رئیس حکومت ناحیه وحش قربان علی یوسفوف به حرفای اونها گوش داده و گفته است برای کندن این قبرها اجازت نداده است، این مالکیت دولتی می باشد و هیچ کس حق ندارد آنها را کند. وقتی ما با حکومت ناحیه تماس گرفتیم، یک نماینده آن پس از شنیدن سؤال ما نخواست نامش برده شود. 10 اوگوست با رادیو آزادی صحبت زنان امدادخواه همین دیه ها را با رئیس حکومت ناحیه تصدیق کرد و گفت همون روز نماینده حکومت ناحیه همراه رئیس جماعت ها و کارمندان منطقوی امور داخله به دیه رودکی رفتند و کندن قبرها را منع کردند. خب میرزا نبی، خودی صاحب کار در این باره چی میگوید؟ آیا با او هم تماس داشته؟ ببینید، برای تماس با محب الله تاشرآبادی رئیس همین فرمه گوسفند پروری جماعت دیهی تاشرآبادی جماعت مشعل موفق نشدیم، چون که به نظر او تا حال حاضرم روشن نیست که این مسئله تا کجا واقعیت دارد یا نیست. اما با گذشت 3 روز ساکنان این دیه میگویند صبح 11 اوگوست یک تراکتور با کارگران کرایه باز به کندن قبرها بدون پرسش به کندن زمین لوله ها شروع کردند. یکی از همین ساکن دیه دوستی گفت آنها انتظار داشتند بعد از وعده رئیس ناحیه لوله های آب برقرار کرده میشن، ولی این طور هم نشد و نمیدونن به کجا مراجعت کنند. در نوار همین ویدیویی که حالا میبینیم روز 10 اوگوست کاربران برای آزادی فرستادن، دیده میشد که یک تراکتور زمین را شکافته قبرها را بیرون میآورد و قسمی از قبرها گرفته شده و تعداد دیگرشان رخنه و شکافته شدند و همین روز که ما حالا صحبت داریم 12 اوگوست در آنجا قبرها را کنده ایستادند و همین کارها ادامه دارد. تشکر میرزا نبی برای صحبت. دادگاه در ولایت سوخت تاجیکستان نسیم دوستماتوف صاحب یک خواجگی خوک پروری را در موضع دهمای کنار شهر خوجند با 1.5 سال اجرای کارهای اصلاحی محکوم کرد. این چاروادار نه برای خوک پروری بلکه برای افلاس یا آلوده کردن آب گناهکار دانسته شد. گفته می شود او اخلاط خوک را به دریای سیر انداخته است. بر علاوه نسیم دوستماتوف وظیفه‌دار شده است که 20% از معاش خود را به حساب دولت گذراند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. دادگاه ناحیه جبار رسولوف مالک فرمه خوک پروری را در دهمای کنار شهر خوجند به افلاس یا آلوده کردن آب گناهکار دانست. یک کارمند مسئول دادگاه ولایت سوخت با تصدیق این خبر گفت که دادگاه او را بر اساس ماده 226 قسم 1 کادکس جنایی مجرم شناخته نسبتش جزا در نمود کارهای اصلاحی به مدت 1 سال و 6 ماه تعیین کرد. نسیم دوستماتوف همچنین موظف شده است که تا ادای مهلت جزا هر ماه 20% مزد معاشش را به دولت پرداخت میکند. این خوکپرور بعد آشنایی با تعیینات سعودی گفت که از حکم دادگاه راضی است ولی کارش از ناعلاجی است. تقریبا 1 ماه پیش در نشست خبری دادستانی ولایت سوخت درباره باز شدن پرونده اطلاع داده بود. فرم یا جای پرورش خوک‌ها در دهه دهمای ناحیه جبار رسولوف در نزدیکی دریای سیر جایگیر است. در یک طرف آن زمین‌های کشت است و در پهلوی دیگرش مردم زندگی دارند. بعضی از ساکنان گفتند ماه‌ها باز از بوی غلیظ در اینجا اذیت می‌کشند. سالش همو باشد میبیاد، بعضی بیگانی میبیاد، بعد از ابید بوی چی میبیاد؟
насим дӯстматов молики ферма мегӯяд аз баҳсҳои зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дорад ва ба зудӣ шароити нигоҳдории хукҳоро беҳтар хоҳад кард. ба қавли дӯстматов сохтмони фермаи нав дар теппаи рухаки ноҳияи ҷабборрасулов ҷараён дорад ва қарор аст то як моҳи дигар ба поён бирасад. هم تو میگم همین دونی زنی میدارم میگم جا کم کرد جا دادگی نکی کم کرد چقدر کافته پرتام هم چیزای مستری الله سعی و گور پرتام. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای تبابت از بیماری استفاده میبرند. نسیم دوستمتوف میگوید خریداران اساسی این نوع چاروا چینی ها هستند که در کارخانه های عظیم صنعتی کار میکنند. نظری نمایندگان کارخانه ها فعلا دسترس نیست، اما صدها کارگر چینی در شمال تاجیکستان حضور دارند. با اطلاع رسمی فرمه خوکپروری در دهمای تنها جایی نیست که این نوع چاروا را پرورش میکنند. آرایش موی و سر و روی در تاجیکستان نه برای همه ساکنان دسترس است، خصوصا در شهر دوشنبه که نرخ چنین خدمات نظر به منطقه های کشور گرانتر می باشد. اما نزاکت اشورو و آرایشگر از دوشنبه به فرق از دیگر هم پیشگانش تصمیم گرفته است بجز از افراد دارا به شخصان نادار، یتیمان و باشندگان خانه‌های پیرانسالان رایگان خدمت رساند. همکارم شهلا عبدالله و از تالار آرایشگری این زن در دوشنبه دیدن کرد. کاری نزاکت اشورова از همکسبانش فرق میکند. او آماده کمک به آنهایی است که توانی مالی کوتاه یا آرایش دادن مویشان را ندارند. برایشان رایگان خدمت میرساند. از خدمت او به حیث آرایشگر بیشتر آنهای رایگان استفاده میکنند که با امر تقدیر باشنده خانه سالمندان و یتیم خانه ها شدند. وقتی من میبینم که آنها میخواهند و ندارند، این بسیار یک تاثیر بخش است. برای خیلی آدم‌ها کمک کردن، آنها میندار میشوند، آنها خرسند میشوند. امروز نزاکت مویهای یکی از باشنده های خانه پیرانسالان را آرایش میدهد. او از تصمیم نزاکت استقبال میکند. در این مدت که اینجا قرار دارم، نزاکت دائما ما را خبر میگیرد و به ما خرسندی می آورد. هر زن با وجود بیماری میخواهد که زیبا باشد. نزاکت به ما کمک میکند که آن نمودی ظاهری که قبلا داشتیم به ترتیب آوریم و به اطرافیان و دختران خوب نماییم. نزاکت اشورова بجز از خدمت رسانی رایگان به افراد کمبزاعت و پیرانسالان و یتیمان در کاشانه حسن در مرکزی پایتخت فعالیت میکند. با گفتش او این کار خیر را بعدی آرایش مویی جوان دختر شروع کرد که امکانی مالی نداشت اما آرزوی زیبا بودن میکرد. این کارش برای او حس خوشحالی بخشیدن به دیگران را بیشتر کرد. دختر آوردم به توی عروسیش ویرو فسون کردم، آرا دادم. دختر خوشبخت شد، حاضر اویله‌دار، صاحب 2 فرزند. از همینجا اقدام من سر شد. او اقرار می شود که در اول از این کاری خیرش نمیخواست کسی آگاه شود، اما بعدا درک کرد که با این راه می تواند دیگر همکارانش را به این کار جلب کند. حاضر در کمانده ما بیش از 5 نفر هستیم. ما رفته من دیروز ما در خانه پیرانسالان بودیم، در اونجا دخترک و پسرکان رو پس کردیم، اونها هم شاد شدند. نزاکت تجربه 8 ساله آرایش زنها را دارد. هدف اساسیش در برابر تأمین زندگی کمک به یتیمان و کمبزاعتان نیز می باشد. مرات ایمانقولوف کاتب شورای امنیت ملی قرقیزستان گفت که پس از حل مشکلات سرحد با تاجیکستان مرز با این کشور باز می شود. ایمانقولوف روز 12 آگوست در یک میز مدور در شهر بیشکک در این باره ابراز نظر کرد. او همچنان ادعا کرد که قرقیزستان مرزهایش را نخست نبست بلکه تنها پاسخ داد. این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی CW azadi.org میتوانید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.